فصل سردی باعث خشک شدن پوست دست و روی انسان می گردد. این حالت همه سال هنگام تغییر یافتن موسم سال بیشتر به نظر می رسد. خشک شوی و یا کفیدن دست ناراحتی را به وجود می آورد. متخصصان سبب اساسی آن را در سردی هوا و استفاده نکردن کرم یا خود محلول ها می دانند. تتنیسا علیمت و 25 سال این جانب همچون دکتر کسمتولوژ فعالیت می برد. او ابراز داشت که در این فصل بیشتر پوست بدن مخصوصا دست و روی به خشک شوی دچار می شود. یک یا دوست کن و بی گرزی همین توزه رو رشیدن در کن. اینا برای همین کلیته و یا شمارمیش فایدناک است. همونه نمیشید بعد یک نیم ساعتش سانی خوراکی فهریه خدا ممکن. اولی شب مثلا سبزی میتلوشید تو تروش و اون یک قاشقچه سمیتان قایماق میاندازید بعد اون رو روی توزه مونده 20 دقیقه ایستاده بعد شستن در کن. اساساً خشکشوی پوست روی دست و بدن با سبب نارسایی ویتامین های A و E می شود. نارسایی این ویتامین ها باعث کفیدن، خشک شدن و حتی خونشار گردیدن پوست می شود. در این حالت مالیدن ملهم هایی که در ترکیبشان ویتامین های A E موجود است عین مدعا می باشد. متخصصان میگویند که در این فصل بیشتر غذاهای سر ویتامین و سبزیجات و میوه را زیاد استعمال کنند یا اینکه از نقاب های مخصوص استفاده برند. یکمش اینکه اصلی حاضرنگی میوه و سبزیجات و استفاده بردن در کار همون تامین خورده تامین کردن در کار بسیارتر سلات هایی گوناگون من خودش از کپوشت از سبزی از کبوچه ها استفاده بردن در کار برای آنکه همون سبزی ویتامین آش های بیت کرکتیو من همون بسیار فایده‌مند میشه بود از درون روی پوست تبدیل میکنند. یه پوست نرم داشتن نگاه میدارد. زردی تخم با یک قاشقچه قایماق و یا روغن زیتون میتواند ملهمی نرم کننده برای پوست خشک شده باشد. این و یک چند توصیه ها را متخصصی ساحه یعنی علیمت و طریق زنگ تلفنی به ما گفتند. همچنین یک پرسشی کوتاهی سری راهی گذراندیم که بانوان از خشکشوی پوستشان در فصل تیر ماه اظهار داشتند. البته برای اینکه هوا سرد است هر شب به دستمون محلول ها میکنیم، کرم ها استفاده میبریم. استفاده میبریم. لازم شود وای میکنم میسوم لازم نشود نه. کرم برای دست استفاده میبرم. همین زمستان پوستی رتام خشک میشد نه. Qishda mana shu sovuq suvga uramiz-ku. Shunga qo'limiz, terimiz quruqda. Shuning uchun ham yorilib ketadi. Kremlar surtamiz. Yumshatuvchi kremlar. Afg'oniston va Tiranoh guzashtagi ham po'st xusht ham masalan dog' paydo qilish mumkin. Baroi hamin ba doktor murojaat karda یک بار اوزی کرا انالیزهای سپوریده همین خیلان کردن در چونکه پوستی رو عموما پوستی انسان از درون وابسته از کارهای میده از کاری جگر از کاری برده از همین هم وابسته. همه روزه دستانی ما در آب می رسد. بیشتری وقت زنهای خانه شستشو می کنند و این به خشکشوی دستان آورده می رساند. غیر از کرم و ملهم های مخصوص بانوان می توانند از افشوره سیب و سبزی تناول کنند. اساساً از فصل تابستان به تیر ماه و زمستان گذشتن پوست دست و روی حالت خود را گم می کند. در این حالت خوب می شد از معاینه دکتر کسمتولوژ گذرند. گزارشی سومن حمیدی و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.